آموزش پیوند چیپ یا بغلی روی تنه انگور. ابتدا تنه انگور رو به این شکل تمیز میکنیم و پوسته های کهنه و قدیمی رو که جدا میشن رو تمیز میکنیم. بعد ما میخوایم یک لایه از پوست تنه درخت رو برداریم. این قسمت برش ما نباید به تنه چوبی یا آوندهای چوبی درخت برسه، فقط باید یک لایه نازک از روی پوست رو برداریم. پوست پیوندک ما با پوست تنه درخت درگیر میشه و کالوس میزنه و جوش میخوره. پس حتما دقت کنید که آوندهای چوبی برداشته نشه، فقط پوست درخت به این صورت برش میخوره و میاد پایین. مرحله دوم برش زدن پیوندک هستش. ما قبلا پیوند چیپ رو به این صورت میزدیم که فقط جوانه رو برمی داشتیم و توی این قسمت قرار میدادیم. بعد حالا به این نتیجه رسیدیم که اگر ما این قسمت پشت جوانه رو به این صورت برش بدیم، به این شکل برش بخوره و به این شکل قرار بگیره، درصد خطامون خیلی میاد پایین تر، چون به این شکل جوانه ها کربوهیدرات و ذخیره بهتری دارن و درصد خطامون پایین تر میشه. برش که دادیم باید برشتون صاف و یک دست باشه که قشنگ روی تنه کامل بچسبه. بعد پایین پیوندک رو به این صورت با تیغ برمیداریم که به پوست برسه. بعد به این صورت پیوندک رو روی پوست برش خورده جا میزنیم به این شکل. قسمت برش خورده پیوندکمون باید کامل به تنه درخت بچسبه. بعد اونو با نوار پیوند یا سلفون یا چسب کامل ببندیم که هوا نرسه و خشک نشه. بعد اونو با نوار پیوند یا سلفون یا چسب کامل میبندیم که هوا نرسه و خشک نشه. حتما این نوار رو کامل محکم صفر ببندین که این قسمت برش خورده حتما به تنه درخت بچسبه. ما جوانه بالایی رو بردیمش زیر نوار، ولی اگر دیدیم بعداً سبز شد میتونیم با یه تیغ اینجا رو زخم کنیم و جوانه بیاد بیرون. جوانه پایینیمون هم که کامل بیرون. همین نوار پیوند اگر بکشیم مثل یه تناب صفر میشه. دور تا دور تنه رو کامل چند دور میزنید تا کامل بچسبه و صفر بگیردش. بعد از این که جوانه راه افتاد و شروع به رشد کرد، ما میتونیم این درخت رو از این قسمت حذف کنیم و تغییر رقم انجام بشه. واسه کنترل شیرابه هم میتونیم پایینتر از محل پیوند رو با اره به این صورت چند تا زخم بزنیم تا شیرابه اضافه از این قسمت خارج بشه و مانع گرفتن پیوند ما نشه.